یه سری اوراق هست که اونها هم به نوعی اوراق بدهی هن، اونها هم اوراق تامین مالی هن. اما ما به نام اسناد خزانه اسلامی میشناسیمشون. اینا جنسشون اوراق قرضه است. اوراق قرضه اینجوری هن که دیگه به شما سود پرداخت نمی کنن. اگر 100,000 تومنه شما میری 80,000 تومن میخرید، به کسر میخرید. این 20,000 تومن ما به تفاوته اگر تا سر رسید نگه دارید برای شما سود حساب میشه. من میرم توی همین فرابورس، این قسمت بالا رو اگر توی محاسبه بازده اوراق اگر ببینید، میبینید تمام اینهایی که هست اسناد خزانه اسلامی هستن. من بر اساس تاریخ سررسید اینا رو اگر مرتب بکنم، یه چیزی که میبینم قیمت معامله شدن این اوراق هر چقدر که سررسیدش دورتر میشه قیمتش پایین تر میاد. اگه بخوایم مکانیزم این اوراق رو بهتر بفهمیم، به این صورته که دولت انگار اومده به پیمانکارهای خودش یه چک‌های 100,000 تومانی داده با سررسیدهای مختلف. مثلا اقضای 623 سررسیدش 28/5/99. هر کسی که این در اون روز مالک یک برگه از این اوراق باشه 100,000 تومان دریافت میکنه. انگار شما یک چک 100,000 تومانی دارید. از کی دارید؟ از دولت. پس خیلی خیلی کم ریسکه. از بانک هم حتی مطمئن‌تر و کم ریسک‌تره. جزء بدهی‌های اولویت دار دولته. یعنی دولت وزارت اقتصاد رو مکلف کرده که از خزانه کل کشور اول دیون مربوط به این اوراق رو پرداخت کنه، بعد حقوق کارمندا رو. پس این اوراقی نیست که ما انتظار داشته باشیم نوکول بشه. نوکول همون دبه کردنه، یعنی اینکه به تعهدات خودشون عمل نکنن. توی اوراق مشارکت شهرداری ها یکی دو مورد داشتیم که تعهدشون رو دیر عمل کردن، ولی این اسناد خزانه رأس سررسیدش این چک پاس میشه. حالا اون پیمانکاری که این چک رو گرفته میاره توی بازار بورس و از طریق همون سامانه آنلاین رو خرید و فروش میکنه. خب اگر قرار شما 28/5/99 100,000 تومان بیاد تو حسابتون، امروز 99,000 تومان بابتش افراد حاضرن بابت این چک بپردازن. اگر مثلا یک اوراقی باشه که سررسید خیلی بالاتری داشته باشه، مثلا 13/10/1400 قرار 100,000 تومان بگیره، امروز دیگه حاضر نیست 90,000 تومان کسی اینو بخره، اینو 79,000 تومان میخرن. ما به تفاوت 100,000 تومان تا 79,000 تومان 21,000 تومان. یعنی شما روی 79,000 تومانی که دارید میخرید 21,000 تومان سود میکنید. طی چند ماه؟ طی مثلا 1 سال و 5 ماه میاید انقدر درصد سود میکنید. پس معادل سالانه‌ای که برای شما سود میفته به صورت YTM یا مرکب هلوش 17% میفته و به صورت بازده ساده 18.5% انگار برای شما سود میفته. اینه که پولتون رو اگر روز شمار توی بانک بذارید دارید 17% میگیرید. پیشنهادی که ما به شما میکنیم در مورد YTM و بازده ساده اینه که در بازه های زیر 1 سال به بازده ساده نگاه کنید ببینید چند درصده و در بالای 1 سال به YTM نگاه کنید. اگر هم خواستید بدونید که YTM و بازده ساده چیه، میتونید همینجا توی سایت فرابورس راهنماش هست. پس هرچه تاریخ سررسید اینا دورتر بشه قیمتشون قاعدتا ارزونتر میشه. بازدهی ها هم میتونید با هم دیگه چک کنید. خب خرید و فروششون هم اگر بخواید تو سایت TSTMC همون رو میتونید ببینید، توی سامانه آنلاینتون میتونید ببینید و مثل یک سهام خیلی راحت خرید و فروش کنید. این دو دسته، یعنی اوراق تامین مالی یا اسناد خزانه که اوراق قرضن، اینا همچنان اون شک و شبهه توش هست، چون میبینیم که یه سود تقریبا تضمین شده ای به شما میدن. اما یک ابزار دیگه ای داریم به نام صندوق‌های درآمد ثابت. همونطوری که شما میرفتید توی صندوق‌های سهامی پول میذاشتید و با پول شما سهام خرید و فروش میکردن،
توی صندوق‌های درآمد ثابت با پول شما میان ابزارهای درآمد ثابت مثل همون اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی رو خرید و فروش میکنن. چون ابزارهایی که دارن توش خرید و فروش میکنن ابزارهای درآمد ثابته، به همین خاطر سود این صندوق ها هم بازدهیشون هم تقریبا یک بازدهی نسبتا نرمال و ثابتیه. خب یه مقدار معمولا بیشتر از بازده بانکه، ولی خیلی هم بیشتر نیست. این صندوق ها علاوه بر اون ابزارهای درآمد ثابت یه بخشی از پولشون رو توی سهام هم مثلا بین 15 تا 25% رو توی سهام هم سرمایه گذاری میکنن. به همین خاطر یه دفعه میبینیم مؤثر سالانه یکی از این صندوق ها توی شرایطی که بازار بورس انقدر رشد داره میرسه مثلا به 60%، به 50% مؤثر سالانش، به جای اینکه 20-21% باشه. اگرم بازار سهام افت داشته باشه دیگه به جای مثلا 20% این صندوق ممکنه 18% سود کنه، ولی معمولا این صندوق ها هم زیان نمیشن و برای افراد ریسک و ریز مناسبن. همین صندوق ها یک مدل قابل معامله هم دارن که مثل هر صندوق قابل معامله دیگه‌ای بهشون ETF میگیم. ETF های درآمد ثابت. یعنی دیگه نمیخواد شما برید سود رو ابطال بزنید، از طریق سامانه آنلاینتون میتونید اینا رو خرید و فروش کنید. قیمت به لحظه شون هم میتونید توی سایت TSC ببینید. رسالت وجودی ما کمک و یاری برای هرچه ثروتمند شدن شما میباشد. شاد و پیروز و سربلند باشید.